سلام خدمت همه شما همراهان همیشگی آتاسنگ. بازم من اومدم با معرفی یه سنگ جذاب دیگه. امروز قراره در مورد سنگ مرمریت مشکی نجف آباد صحبت کنیم. سنگی که شاید اسمش رو شنیده باشید، ولی قراره توی این معرفی بهتون بگم چرا اینقدر این سنگ محبوب شده و کاربردش چیه، مزایاش چیه و نکته مهمتر قیمت این سنگ چنده. پس با من همراه باشید. سنگ مرمریت مشکی نجف آباد که از معادن شهرستان نجف آباد در استان اصفهان استخراج میشه، با رنگ تیره جذابش و رگه‌های خیلی کم ولی سفید رنگی که داره خیلی جذابه و اصولاً برای دیوارهای داخلی، کف‌پوش‌ها و حتی کانترهای آشپزخانه میتونه یه گزینه خیلی مناسبی باشه. اما اگر بخوام از ویژگی‌های برجسته این سنگ براتون بگم، باید عرض کنم خدمتتون که سنگ مرمریت مشکی نجف آباد با ضخامت 1 سانت و 8 میلیمتر به شما ارائه میشه. همچنین قد و پای این سنگ کمتر از 1 متر نیست و اصولا ساب خیلی فوق‌العاده‌ای روی این سنگ خورده. البته توجه کنید که این ویژگی‌های فوق‌العاده رو شما فقط در مجموعه آتاسنگ میتونید پیدا کنید. یه سوالی که خیلی از مشتریان از ما میپرسن اینه که مرمریت مشکی نجف آباد رو با چه سنگی ترکیب کنیم که جذاب تر بشه. پیشنهاد ما به شما اینه که سنگ مرمریت مشکی نجف آباد رو با سنگ‌های سفید از جمله ابیانه یا آباده میتونید ترکیب کنید و لذت ببرید. اما رسیدیم به بحث جذاب، یعنی قیمت این سنگ. قیمت سنگ مرمریت مشکی نجف آباد به عوامل مختلفی از جمله ابعاد، ضخامت و متراژی که شما مورد نیازتون هست بستگی داره. پس جهت استعلام دقیق قیمت میتونید با کارشناسان ما در تماس باشید.